شخصی که از سبب نادانیش یگان سخن شرکی یا یگان کار کفری میکند از دین خارج میشود. بله، از دین خارج میشد، کلمه گرداند در حال اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفته توبه کند. الا مثلا زبانش دیگر چیز گفتنی بود و زبانش دیگر کلمه گفته موند سهوا، او هیچ گپ نه. پیامبر صلی الله علیه و آله یک آدم ذکر کردن از خرسندی، وقتی که شترش گم شده بود شترش یافت گفت که اللهم انت عبدی و انا ربک، ای الله تو بنده ای من و من پروردگاری تو. گفت اخطأ من شدت الفرح، از خرسندی خطا کرد. او گفتنی بود که ای الله تو پروردگاری من بنده ای تو گفتنی بود، لیکن زبانش سبق لسان میگد. زبان آدم پیش میگذارد گاه دیگر چی گفتنی هست، زبانش دیگر چی میگد. در این حالت این کفر نیست، این کافر نمیشد این کتی، چون که وای قصدش این خیلی نبود. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا. الله تعالی هم گفت که آدمی که در حالت مجبوری سخن کفر گفت، و آدم اگر از حالت در حالت مجبوری باشد دلش مملوی از ایمان باشد گناه نیست. ولکن من شرح بالکفر صدرا، کسی که لیکن زبانش هم گود و دهانش هم قلبش هم گوید بله وای کافر است، لیکن فقط با زبان گوید، با دلش پر از ایمان باشد، دلش از ترس باشد، مجبوری باشد گفتنی کفر، الله تعالی صراحتا میگوید که این آدم گناهکار نمیشد. والله تعالی. بله.